سلام، امروز با آموزش عروس در خدمت شما هستیم. میخوایم به شما نشون بدیم که چطوری چشم عروس رو حالت بدیم و از مشکلات پوستیتون جلوگیری کنیم. خیلی از این شاکی هستن که پوست عروسشون میماسه، میریزه، مخصوصا تو روزای فرمالیته، تو فصلایی که گرما زیادتره. خب امروز به تک تک مشکلات شما پاسخ میدیم تا بتونید یه عروس جذاب داشته باشین. شروع میکنیم. اولین مرحله از آبرسان کلینیک استفاده میکنیم. البته قبلش بگم که حتما باید پوستتون رو کاملا پاک کنید. دقت کنید وقتی پوست عروس شما چرب باشه از آبرسان کلینیک کمتر استفاده کنید. بعد از اون میتونید از اسپری فیکس مک استفاده کنید. قبل از اینکه کرم پودرتون رو پخش کنید روی صورت. اجازه میدید تا کاملا خشک بشه. دقت کنید با دستتون خیلی بیش از حد ماساژ ندین. بعد از اون از پرایمر منافذ باز تاچا استفاده میکنیم. اگر منافذ پوستیمون بیش از حد بود 2 بار استفاده میکنیم، ولی فقط روی منافذ. بعد از این کار میرسیم به لکه گیری که بسیار توی پوست عروستون مهمه. دقت داشته باشید اگر این کار رو انجام ندین، جوش لک خال شما بعد از 1-2 ساعت گذشته زمان خودشو نشون میده از زیر کرم پودرتون. خب حالا یه سورپرایز ویژه دارم برای شما. امروز میخوام از پکیج برزیلیمون برای شما استفاده کنیم. کرم آلیس آکادمی، کاورج فاندیشن با کاور بالا که برندش هم هست بنکسر، و یه اویل جادویی برای ضد آب کردن میکاپ شما. از اونجایی که خیلی دوستتون دارم این پکیج رو رونمایی کردم توی آموزشم. خب حالا به مرحله ترکیب کردن کرممون میرسیم. یه بالاتر لطفا. از برند آلیس آکادمی استفاده میکنیم. از این کرم بستگی داره به رنگ پوست شما. من از این کرم چندین رنگشو دارم، دلتون بسوزه. حالا میریم سراغ ترکیب کرم پودرامون. اول از همه از کرم پودر آلیس آکادمی استفاده میکنیم. بسته به رنگ پوست روشن رو انتخاب کردیم. بعد از اون برند بنکسیرمون یه توناژ بنانا داره، زرد نخودی هست، و یه کوچولو هدا. اویل برزیلیمون که برند کاترین هیله، یه قطره کافیه، و یه کرم سبکتر مثل کلارینز. اینا رو کلا با هم ترکیب میکنیم. توی کل سطح پوستمون استفاده میکنیم. نوبت میرسه به بلند کردنش. حالا نوبت میرسه به بلند کردن. حواستون باشه زیر گردن عروس رو کاملا باید بلند کنید و کنارهای گوش رو. حالا نوبت میرسه به کانسیلر زیر چشممون.
کل پشت پلک رو هم کانسیلر میزنیم. بلند میکنیم. از پالت چرب فوربر 52 استفاده میکنیم و کاملا زاویه سازی رو انجام میدیم. البته عروس شما اگر دوست داشت صورتش رو زاویه سازی میکنید، چون بعضی از عروسا واقعا دوست ندارن خیلی زاویه سازی داشته باشن. برای این کار بهترین کانتور برای عروس اینه که با قهوه‌ای خوش رنگ نرسیده به خط خنده ره شیب‌دار رو بکشیم که کاملا گونه سازی اتفاق بیفته. کاملا گونه سازی اتفاق بیفته و روی خط کانتورتون رو از رنگ شاداب‌تر استفاده میکنید، از همین پالتتون انتخاب میکنید و دوباره همون الگو رو میکشیم. این کار باعث میشه صورت شما جوانسازی بشه. و بعد از اون کاملا استخون فک رو میکشیم با رنگ خیلی پررنگ نه، با قهوه‌ای متوسط این کار رو انجام میدیم. اگر دوست داشتی لاغرسازی هم انجام میدیم که لاغرسازی رو توی کلیپ قبل شما آموزش دیدیم. بعد از این کار از یک کانسیلر چرب صورتی استفاده میکنیم که من از برند اوتو دارم برای شما استفاده میکنم. این برند میتونه جایگزین نارس باشه. روی همین الگو دوباره میریم. پیشونی مدل رو هم کانتور میکنیم. دقت کنید هر چی بخواید پیشونی زاویه دارتر بشه، قهوه‌ای‌چون رو رنگ قهوه‌ای‌چون رو وسط تر میارید. از رنگ سفید کانتورتون هم میتونید استفاده کنید برای اینکه تکنیک نانتورینگ رو داشته باشیم. توی تکنیک نانتورینگ ما از رنگ سفید پالتمون استفاده میکنیم و کناره های بینی رو کاملا روشن میکنیم. وسط چونه و یه کوچولو هم روی پیشونی. و البته فراموش نکنید کشیدگی چشمتونم میتونید داشته باشید این کانسیلرتون رو. کانسیلر قبلی که زدین زیر کار شماست. این تکنیک برای نانتورینگ شماست استفاده میشه. بعد از یه رنگ بیشتر استفاده میکنید برای زیر خط کانتورتون. خب حالا همه اینا رو شروع میکنیم بلند کردن. ملت هم سر جای خودش اتفاق میفته. اول با رنگ تیره شروع میکنیم. حتی اول شما میتونید روشناتون هم کانترل کنید، فرقی نمیکنه. فقط باید قلمتون رو کنترل کنید که کثیف نشه کانتورتون.
سر جای خودش بلند میکنیم. با هر بار بلند کردن پاک میکنیم. یه کوچولو که زهر رنگ رو گرفتیم، دقت کنید شما با قلم فقط زهر رنگ رو قراره بگیریم، نباید اونو کامل بلند کنید. باید برای بلند نهایی از بیوتی بلندرتون کمک بگیرید. ولی اگر شما از اول هم بیاید اینو با بیوتی بلندر بلند کنید خودش اشتباهه. دلیلش اینه که رنگ شما زهر داره و پخش میشه توی کل صورتتون و بیوتی بلندر کلا کرم رو تثبیت میکنه روی صورت. حالا اضافه اونو با بیوتی بلندرتون بلند میکنیم. الان دیگه ما تقریبا کارمون با قلممون تموم شده. قلممون میذاریم کنار و بعد با بیوتی بلندر بالا اول کانسیلر رو بلند میکنیم. کانسیلر رو که بلند کردیم توی این مرحله میرسیم به فیکس کردن پوست. همونطور که تو کلیپ‌های قبلی بهتون گفتم کل پوست رو با پودر فیکس ترکیبی و زیر چشم رو با پودر فیکس سفید فیکس میکنیم. خب امروز توی میکاپ عروس قراره این چشم رو شما آموزش ببینید. همونطور که میبینید تفاوت این دوتا چشم رو کاملا دقت کنید. چشم درشت شده، حالت گرفته، همونطور که همه عروس خانم‌ها دوست دارن این تغییر رو داشته باشن. حالا من ابرو رو میکشم چون قبلا آموزشش رو دیدین و برمیگردم با آموزش سایه خدمتتون. برای زدن این سایه اول کانسیلر رو پشت چشم میزنیم، با پودر فیکس کاملا فیکس میکنیم و شروع میکنیم زدن سایه با یه رنگ قهوه‌ای ملایم و قلم زیر چشم. شروع میکنیم از پایین از انتها سایه رو به سمت بالا کشیدن. تقریبا یه مثلث توخاله ایجاد میکنیم. یه مثلثی که ببینید سایه ما اینجا گوشه داره، کاملا مشخصه این قسمت، ولی حالت فیک شده. میشه گفت سایه عروس ما تقریبا این گوشه تیره‌ایه که تیرگیش تا وسط چشم نیومده، فقط قسمت بالا تیرگی داره و پایین روشنه. به سمت جلو هدایت میکنیم و پایین چشم رو میکشیم بالا. نگاه کن، با قلم زیر چشم شروع میکنیم کشیدن. اگر سایه ریزش داشت با پد تمیز میکنیم. تو هم مرحله اگه تمیز کنی خب خیلی بیشتر کارتون تمیزتر در میاد. کاملا اینو به سمت بالا فیز میکنید. دقت کنید پشت چشمتون رو بذارید روشن بمونه و بعد با قلم فید و سایه مورد علاقه من که جفری استار هست با رنگ متوسطش، با قهوه‌ای متوسطش که تو کلیپ‌های قبل هم به شما نشون دادم، با قلم فید به سمت بیرون بلند میکنیم و بالای کاسه چشم. دقت کنید حتما باید بالای کاسه چشم باشه فید شما. و در قسمت جلوی سایه از قهوه‌ای روشن‌تر استفاده میکنیم و فید میکنیم.
برای پشت چشم این قسمت روشنی از سایه پودری وانیلا استفاده میکنیم. بدون چسب این کار رو انجام میدیم که از ماسیدگی احتمالی جلوگیری کنیم. شروع میکنیم سایه رو پررنگ‌تر میکنیم. بعد از اینکه سفیدی اینجا رو دادی با سایه وانیلای مک به سمت جلو فید میکنیم. این قسمت رو از پالت جفری استار با سایه روشن‌تر شروع میکنیم فید کردن. من از پالت نیکد یا هودا بیوتی هم میتونم استفاده کنم. قهوه‌ای باید روشن‌تر باشه. البته بهتون بگم که شما این قسمت از تیرگی هم میتونید استفاده کنید. کاملا سلیقه‌ای. نوبت میرسه به خط چشمتون. خط چشم این سایه رو هم کاملا با توجه به پلک عروس خانم میکشیم. بعضیا خط چشم پهن دوست دارن، بعضیا خط چشم نازکتر دوست دارن. کلیپ خط چشم رو هم متعادل سازیش رو براتون توضیح دادم. توی کلیپ های قبلی براتون گذاشتم. بعد از اینکه خط چشممون رو کشیدیم، موجمون رو میذاریم پایین، نگاه میکنه مدل. با دستمون پرس میکنیم موژه مصنوعی و موژه خود مدلی یا عروس. البته این موژه‌ای که من گذاشتم 5D هست، یعنی کاملا 5 بعدیه. حالا داخل چشم رو مداد سفید میزنیم. از مداد روشن استفاده کنید، برندش هم مهم نیست. ولی این برندی که من دارم استفاده میکنم برند کیکو هست. مداد کیکو. زیر چشم من الان به تیرگی بیشتری احتیاج داره. البته تیرگی زیر چشم کاملا سلیقه‌ای هست. نوبت میرسه به ریمیل زیر چشممون. اگر دوست داشته باشین قسمت جلوی چشمتون رو هم میتونید شاین استفاده کنید. چسب میزنیم قسمت خارجی چشم رو، یعنی قسمت داخلی چشم رو چسب میزنیم و بعدا از شاینمون استفاده میکنیم. حالا نوبت میرسه به رژ لبمون. مدلی عروس لبش رو محکم نگه میداره. لب رو به شکل قلبی میکشیم و بعد از اون با رژ لب بژ داخل لب رو پر میکنیم. البته برای ماندگاری بالایی رژ لبتون شما داخل لب رو با خط لب هم میتونید پر کنید. از پالت لب فرم 52 استفاده میکنیم. دور تا دور لب رو
پررنگ‌تر میکشیم. دقت کنید رژ لبتون با آرایش کل صورت باید همخونی داشته باشه. مثلا وقتی سایه شما بژ هست یه دفعه نباید صورتی بزنید. خب ببندم کاملا دور تا دور لب رو پررنگ میکنیم. خب وسط لب رو با مروان خیل با رنگ بژ رژ کاسه‌ای مروان خیل پر میکنیم. حالا وسط لب رو میتونید شما حتی آمبره هم انجام بدید. یا حتی با هایلایتر تو فیس هایلایت کنید وسط لب رو. این کار کاملا سلیقه‌ای هست. بعضی از عروسا رژ مات دوست دارن، بعضی رژ شاین دوست دارن. اینم از آموزش عروس. امیدوارم لذت برده باشید و شما هم میتونید این کار رو انجام بدین.